بیننده عزیز سلام. من منیژه هستم از مونترال کانادا. قسمی که من همیشه میگم من خودم یک بزنس آنلاین دارم که از شروع از سال ما یه بزنس شروع کردیم و در پولیش بزنس آفلاین هم دارم که من غذای هندی و افغانی میپزم و کالای افغانی هم دارم. من امروز بر شما مربای آلو بخارا رو یاد میدم. اگر شما دوست دارین که غذای هندی را از من یاد بگیرین مثل بریانی، بتر چیکن و بسیاری چیزهای دیگه و یا چکنی ترشی یا چکنی های هندی که برای پانیپوری و سیپوری و چیزها تیار میشه، میتونم امر شما شیر کنم. چون من از خانه بزنس آنلاین ما دارم و در بالایش بزنس آفلاین ما میچلانم و دمی پیج فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب بر شما میگم که شما چطور غذای هندی را یاد بگیرین و بتانین درس بخوانین. چون نال رخصتی مکتب هاست خواستم که از غذا بر شما شیر بکنم که شما چطور از خانه میتونین چیزای مزه‌دار پخته بکنین. ما شما شیر و لایک اذیت نبرین و اگر دوست دارین که شما هم بزنس آنلاین داشته باشین میتونین امروز ما به تماس شوید تا شما را هم راهنمایی کنم. بیاین که بریم مربای آلو بخارا را ببینیم که چطور تیار میشه. تشکر.